یه ضرب المثلی تو داریم تو فارسی، امیدوارم توهین تلقی نشه، فقط به عنوان رسا بودنش مهمه. میگه که امید سرمایه مفلس است. درسته؟ ما وقتی ببخشید امید چی؟ پول نداریم، سرمایه مفلس است. امید سرمایه آدم مفلسه. بله. آدم بی پول. درسته؟ یعنی ما وقتی چیزی نداریم امید داریم که بتونیم بهش برسیم، میریم بلیت بخت آزمایی میخریم که مثلا پولدار بشیم دیگه. درسته؟ امید از آدم بگیرن یک انگیزه حسابی از ما گرفته شده. من میگم که امید داشتن هیچ مشکلی نیست. اینی که خانم انصاری از کامیونیتی محیط زیست اومده بالا و دغدغه داره، مشکل رو میفهمه، بسیار بسیار عالی. ولی ببینیم، بازم میگم من از اول این بحث تلاشم این بوده که بحث رو راجع به نیت و خواست و سابقه افراد برقرار نمی کنیم. بپرسیم که توانایی های سیستم چه اجازه‌ای به این خانم انصاری خواهد داد که اون مشکلات کلان محیط زیستی رو، مثلا همون فروکش زمین رو، درسته، بتونه به یه شکل جدی، نه در اون همه 9000 تا روستایی که گفت 100 تاش هم انجام داد، بعد از من به عنوان یه معلم بتونم نمره قبولی بهش بدم. درسته؟ انگیزه ها و افراد. من سوالم اینه که این مشکلات ساختاری که ترمز میزنه، آقای جلایی پور شما که بهتر از من میدونین چون نزدیکتر بودین، ما 40 سال خارج از کشور هستیم، مگر آدمایی که در کابینه آقای خاتمی بودن یه سر و گردن از افرادی که الان آقای پزشکیان داره کمتر بودن؟ چرا اونجوری شد؟ در کابینه آقای روحانی آدمای کاردان نبودن؟ مسئله کاردانی نیست. آقای پزشکیان هم آورده، بله من دیروزم نگاه کردم، چند تاشون پزشکن، چند تاشون وکیلن، چند تاشون برنامه‌ریزی شهری خوندن و غیره، همه اطلاعاتشون رو من دارم. ولی بحث سر این است که اون سیستمی که ترمز زد روی خواسته های قبلی، آیا امروزه به جای رسیده که قرار نیست رو اینها ترمز بزنه؟ آیا بحث خودی و غیر خودی که شده خمیرمایه فکری بالاترین های این حکومت قراره به کنار گذاشته شده باشه که استفاده بهینه بشه از ظرفیت ها و توانایی هایی که وجود داره؟ ببینین مهندسی انتخابات رو من میگم، بازم میتونم حالا 1001 مثال برای شما بزنم. در دوره‌ای که اصلاح طلبها، دوستان اصلاح طلب شما هم اشتباه کردن، مهر علیزاده اومد با کروبی اومد، رفتن در انتخابات، رأیشون شکسته شد، یکی دیگه اومد زد و بازی رو برد. درسته؟ اینی که در انتخابات چه اتفاقی میفته، سیستم رأی دادن فلان این حرفا، این یه مکانیزم خاص خودش رو داره. ما وقتی که اگه به قول شما به عنوان جامعه شناس داریم نگاه ساختاری میکنیم، به نظر من 2 تا رسالت داریم. یک، نشان دادن مشکلات ساختاری به اونهایی که نمیفهمن یا نمیدانن یا خودشونو به ندانی زدن. درسته؟ و 2، ارائه راه 4 چه کار باید بکنیم که حالا به این بحران ها بگذرونیم. من چیزی که از صحبت‌های شما ندیدم متاسفانه و در صحبت‌های آقای پزشکیان و کابینش هم تا به حال ندیدم، این که دقیقاً راهکاراتون چی هست. ما یه لیست بالا بلندی از مشکلات گفتیم اینا احتیاج به کشتی جدی فکری و سیاسی داره. درسته؟ من رضایت خاطر ندارم به این که فقط بیام بگم آقا مثلا فلانی صادق هست یا این خانم سابقه این شکلی داره. چه توانایی هایی دارن؟ این خانم بودجه کافی در اختیار خواهد داشت خانم انصاری به این چالشی که روبروش بپردازه؟ ما باید مسائل رو در این ظرف ببینیم. درسته؟ نه در ظرف این که مثلا چه شکلی از فیلتر کی تونست بیاد بیرون. اون دوستان اصولگرا هم که شما میگین که فکر میکردن مشارکت باشه و آقای قالیباف انتخاب میشه، خب واقعا نشون میده چقدر در جهل سیاسی موندن دیگه. آقای قالیباف چند بار در انتخابات داره شرکت میکنه، 5% آرا رو هم نمیاره، این بارم که نیورد. درسته؟ پس نشون میده چقدر خانش اونها از اینکه رگ خواب جامعه کجاست و آیا آدمی مثل قالیباف میتونه رای مردم بیاره، چقدر بدخوانی داشتن. یعنی به نظر من به عنوان استاد باید نمره 0 داد به کسانی که دارن به ایشون
مشاوره سیاسی میدن و فکر میکنم مثلا شانسش در انتخابات میشه بالا. ببین آقای دکتر، اون ضرب المثل که خوبه، امید سرمایه مفلسه، اون عیبی نداره. ولی آقای دکتر، من خیلی لیترچر چیز رو مرور کردم، اصلاح جویی، انقلابیگری و اسقلابیگری، خیلی وقت گذاشتم. اصلا امید خسیسه اصلاح جواست. یعنی کسی که امید نداره بره کارهای دیگه بکنه بهتره. یعنی کارو خراب میکنه. یعنی امید خیلی خسیسه مهمیه. حالا این من لیترچر رو میگم اصلا ببینید یه نفر چرا انقلابی میشه؟ میگه آقا با این سیستم دیگه نمیشه کار کرد، باید واژگونش کرد، الاف نباید کرد مردم رو. میدونید اصلا برای همین هم هست که وقت انقلاب خیلی شورانگیز میشه ولی خیلی کوتاهه و بعد یه اتفاقی که در ایران افتاده، تو ایران انقلاب آگاهی رفته بالا، یعنی پیامدهای انقلاب رو فهمیدن چیه. اینجوری نیست که وقتی که رژیم عوض شد یه رژیم دموکراتیک بیاد، یه رژیم مقتدرتر میاد، بعدم متوجه شدن که 170 سال پیش توکفیلین خوب فهمیده بود. حالا ایرانیان فهمیدن. حالا ایرانی‌ها که میگم منظورم نخبگان فکری ها، یعنی خدا رحمت کنه آقای بازرگانو، میگه کاشکی من قبل از انقلاب کتاب آناتومی 4 انقلاب خونده بودم که میفهمیدم پیامدهای انقلاب چیه. خیلی نکته مهمیه. حالا این نسل جدید یه مقدار حالا آگاهی پیدا کردن، لذا خواستم بگم اون اصلاح جویی خیلی پایه‌هاش قویه. حالا اتفاقا یکیش امیده. نکته دوم، ببینید آقای دکتر، من اصلا حالا وقت این جلسه دیگه نیست، این خاتمی رو که بحث میکنن خیلی یه جوری بحث میکنن، خب میگن آقا اصلاحات اومد، خب اونم چیزی نشد و بعدن دیگه اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا. من اصلا اینجوری نگاه نمیکنم. مردم 2 دفعه تو دوره اصلاحات رأی دادن، دولت اصلاحات رو سر کار آوردن، شاخصهای اقتصادی اجتماعی نشون میده تو اون دوره کشور خوب اداره شد. دوباره هم بشه تکرارش کرد خوبه، یعنی بشه با هزینه‌های کم کشور رو اداره کرد. لذا من اصلا با اون دوره مثبت نگاه میکنم، نه یه دوره شکست خورده. اصلا بعضی از دوستان میگن که سال 84 اصلاح طلبها اشتباه کردن، با چند کاندید اومدن. حرف درستیه، کاش که با یه کاندید می اومدن. ولی من میگم یه نیرویی که 2 دور تو انتخابات رأی میاره خیلی بعیده دور سوم رأی بیاره. معمولا اینجوریه، حداقل تا حالا اینجوری تک و توکیه که 3 دوره یه نیرو رأی میاره، اگه حالا انتخابات باشه. لذا اینم خواستم بگم. یه نکته دیگه آقای دکتر من روش تاکید دارم، حالا دیگه شاید این دیگه خیلی خوشبینی و امیدوارانه باشه، حالا امیدواریم بعداً بحث کنیم. یه اتفاقی داره تو ایران میفته. این آقای دکتر کادوزیان خب یه حرفی میزنه، میگه آقا تو تاریخ بلند ایران همیشه ما یه سیکلی داشتیم که هی تکرار میشه. یعنی یه نیروی آمر سیاسی اقتدارگرا اومده، مردم ذله شدن، اینو آوردن پایین، بعد دوباره هرج و مرج شده، بعد مردم یکی رو گذاشتن اون بالا دوباره. یعنی میگه حتی اقتدارگرایی رو، استبداد رو مردم تو شرایط شورش و ناامنی و هرج و مرج میسازن. ما یه همچین سیکلی داریم دیگه. حالا آقای کاتوزیان اومده تو کل این حرفاشو تو اون کتاب ایرانیان از اون قدیم هی رو این تئوری میگه این مصداق داره. حالا ایشون از ادبیات کمک گرفته اون جایی که شواهد تاریخی نیست. ولی من احساس میکنم ایرانی‌ها تو این 3 دهه هی میخوان از این چرخه بیان بیرون. یعنی برای درمان اقتدارگرایی دوباره نمیخوان برن زیر شاخه سرنگونی، همین میخوان تدریجگرایی درمان کنن. یعنی شما نگاه کنید الان آقای جلیلی 14 میلیون رأی آورده. شما حالا خود آقای جلیلی رو بذاریم کنار، اون 14 میلیون هستن تو این کشور. ما باید بریم رو همزیستی.
بریم روی این که اون نیرو هم قبول کنه که یه جامعه متکثر مثل ایران همه قبول کنیم که آقا یه قواعد مشترکی رو بیا قبول کنیم و تو اون قواعد مشترک کار کنیم که حالا اسمشو میشه گذاشت هرچی، توسعه سیاسی، دموکراسی، سر بحث چیز نداریم، سر عناوین. لذا من دوباره میخوام تأکید کنم یه اتفاق مهمی داره میفته. مگه حالا گفتم بعدن این آقای نتانیاهو عصبانی بشه، نمیدونم یه مسائل غیر منتظره‌ای برای کشور پیش بیارن، یعنی مثل جنگ‌های ناخواسته و اینا که ورق برگرده. وگرنه چیزی که ما داریم میبینیم حتی اصولگراهای میانه هم دارن به این سمت حرکت میکنن. لذا آخرین نکته من اینه، اتفاقی که توی 4-5 ماه افتاده، تندروهای دو طرف رفتن تو حاشیه. اتفاق اینه و میانه ها اومدن، ولی کار میانه ها ضمانت نداره، من قبول دارم و ما باید تلاش کنیم محافظت کنیم تا حد اقل هایی تأمین بشه، تا ما از این پیچ رد شیم.